یاد بیار زمان عمر رضی الله عنه را. عمر ابن الخطاب یکی از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم. این قصه را بشنو و اگر ایمان در بدن جوش میزنه اشک بریز که او صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه ترس از الله رب العزه داشتند. امروز ما و تو چه هستیم؟ امروز ما و تو که هستیم که بهتان به اصحاب رسول الله میزنیم، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بدبینی میکنیم. بشنوی قصه را برادرم. روز عمر ابن الخطاب به نزد خانه ابوبکر صدیق رضی الله گذر میکرد. در بوی جگر بریان خانه ابوبکر عمر رضی الله غمگین گشت. گفت برادرم ابوبکر، چگونه مرا در خانه‌ات فریاد نکردی وقتی داری جگر بریان میکنی، گوشت میخوری؟ گو من فردا به رسول الله شکایت میکنم ابوبکر در خانه‌اش جگر بریان کرده است و مرا در خانه خویش دعوت نکرده است. این چگونه برادری است؟ فردا که میشه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و عرض کرد یا رسول خدا من از ابوبکر شکایت میکنم. رسول الله فرمودن چگونه شکایت عمر جان؟ گفت دیروز در پیش خانه ابوبکر میگذشتم، بوی جگر در دماغم زد، جگر بریان خانه ابوبکر مرا فریاد نکرده است. رسول الله اشک از چشمانشان جاری شد. گفت ای عمر، ما دیروز در خانه ابوبکر بودیم، او جگر بریان نکرده است، او بوی جگر ابوبکر بود که داشت از ترس قیامت گریه میکرد. امروز ما و تو چقدر غذاها را استعمال میکنیم، چقدر از خدا بیخبریم. عمر رضی الله ابوبکر به آغوش گرفت. جانم ابوبکر، من ببخش. گفت برادرم عمر، آیا نمیدانی المؤمن و اخ المؤمن است؟ چگونه ابوبکر جگر بریان کند و یارانش را فراموش کند؟ برادرای جان، ما مسلمانیم، باید دستگیری مسلمان باشیم نه دشمن مسلمان. ما هیچ حق و حقوقی نداریم برادری کس را برنجانیم. شکرانه این نعمتهای خدا را بکنیم. چقدر از غذاهای استفاده میکنیم، چقدر نعمتهای را داریم میخوریم.